Why give up? ما در کنار ایران بودیم یا در کنار اسرائیل؟ Sobat Republika, pada akhir Februari lalu kita menyaksikan bagaimana Amerika Serikat dan Israel melakukan serangan yang ilegal terhadap Iran, membunuh begitu banyak manusia, kemudian menghancurkan begitu banyak fasilitas. Tapi ajaibnya masyarakat Iran bisa bertahan sejauh ini, bahkan melakukan perlawanan yang membuat Amerika kocar-kacir. Apa sebabnya? Nah, bersama saya sudah ada duta besar dari Iran, Muhammad Burujerdi. Nah, kita akan tanya sama beliau bagaimana kira-kira apa resepnya Iran bisa bertahan demikian kuat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Thanks for visiting our humble office. Hale shoma shatore. خیلی متشکرم. Alhamdulillah. Okay. How is your family back in Iran? Was there any way they're affected by this war? بسم الله الرحمن الرحیم. از این مصاحبه شما و وقتی که در اختیار من گذاشتید سپاسگزارم. بله، من فرزندم در ایرانه و بعضی از اعضای خانواده‌ام اینجا هستن و همه الحمدلله در سلامتی هستن. So are they living their life as usual or there any disadvantage right now in the time of war? به هر حال جنگ هیچ وقت چیز خوبی نیست و اثرات منفی داره. بسیاری از مردم ایران کشته شدن، آسیب دیدن. اقتصاد ایران آسیب دیده، ولی آسیب‌های ما به اندازه آسیب‌های دشمنان ما نبوده و به لطف خدای سبحان زندگی در ایران جریان داره. نه، واقعا اینطور نبوده. ما سفارتخونه هامون به دلیل اینکه خب هم توی این مدت جنگ اینترنت بین المللی توی ایران به خوبی کار نمی‌کرد و همین که خب ما دسترسی به رسانه‌های بزرگ جهان که بعضی از اونها توسط کشورهای غربی و آمریکا و حتی رژیم صهیونیستی حمایت و اداره میشن محدوده و دسترسی به اونها نداریم. لذا سفارتخونه‌ها بعضیشون به ابتکار خودشون شروع کردن و کارهایی را انجام دادن که خب بعضیاش بیشتر دیده شد و بعضیا کمتر. مردم ایران هم همینطوری بودن، یعنی مردم ایران هم هر کس که دستش به اینترنت میرسه تلاش میکنه که در سهم خودش حقیقت رو نشون بده، به این دلیل که رسانه‌های صهیونیستی و رسانه‌های امپریالیستی تلاش خیلی شدیدی میکنن که واقعیات رو وارونه جلوه بدن، جای حق و باطل رو عوض کنن، جای پیروز و شکست خورده رو عوض کنن و روی افکار عمومی دنیا تأثیر غیر مطلوب بذارن. این باعث شده که به صورت خودجوش خیلی از ایرانی‌ها از جمله سفارتخونه‌ها میل پیدا کردن که به این پویش رسانه‌ای و فضای مجازی بپیوندن. Before I heard that you said that Iran right now is leading in many field of advanced technology and scientific field. Can you explain about that? بله، ایران در سالهای گذشته علیرغم وجود تحریم‌ها در حوزه‌های بسیار زیادی مثل تکنولوژی‌های جدید پیشرفت‌های خیلی قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده و رنکینگ بسیار قابل توجهی در دنیا به دست آورده. علوم جدید مثل نانو تکنولوژی، بایو تکنولوژی، علوم مربوط به سلامت و پزشکی، علوم مربوط به انرژی های جدید، انرژی های نو، علوم مربوط به حتی هسته‌ای که خیلی ها فکر میکنن که چه دستاوردهایی داره، در تمام زمینه های پزشکی هسته‌ای، کشاورزی هسته‌ای، تحقیقات هسته‌ای و غیره و ذالک دستاوردهای خوبی داشتیم. در علوم دفاعی همه دنیا میتونن ببینن، حتی در پیشرفت علوم و تولید علم، یعنی میزان مقاله های علمی دانشگاهی و کتب علمی دانشگاهی، ایران الان رنکینگ خیلی خوبی در جهان داره و شاید یکی از دلایلی هم که آمریکایی ها و صهیونیست ها دانشگاه های ایران رو مورد هدف قرار دادن همین ناراحتی ایران از ناراحتی های آنها از پیشرفت
علمی ایران بوده، چون در جنگ 12 روزه و همین جنگ اخیر آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها تعداد زیادی از دانشگاهیان ما، اساتید دانشگاه، دانشمندان ما رو هم به شهادت رساندن و بسیاری از دانشگاه‌های ما رو هم تخریب کردند. So it is just not nuclear knowledge that they're after, but all your advantage in scientific and technological research that they want to destroy. اینها حتی جنبه‌هایی از علوم که هیچ گونه مصارف نظامی نمیتونه داشته باشه، مثل علم پزشکی، مورد حمله قرار دادن که جلوی پیشرفت‌های پزشکی ایران رو بگیرن. همه دنیا میدونن که ایران در زمینه پزشکی، جراحی، کالاهای پزشکی، محصولات پزشکی الان در دنیا رتبه خیلی خوبی داره. به بیمارستان‌ها، مراکز تحقیقات پزشکی، مراکز تحقیقات دارویی و داروسازی و حتی مراکز تحقیقاتی و علمی مثل انستیتو پاستور که بیش از 100 سال عمر داره و در تمام دنیا شناخته شده است در زمینه مبارزه با داروها و ساخت واکسن، حمله کردند و بعضی از اینها رو به کلی نابود کردند. Just last night, Donald Trump said that what Iran needs to do is only say that we give up. Why not give in? Why give up? خب ما هم به اونا پیشنهاد میکنیم که اونا تسلیم بشن. ببینید ترامپ یک اشتباهی کرده، داره اشتباهات مکرر میکنه برای اصلاح اون. اگر یک کلمه اشتباه خودشون رو قبول کنند قضیه حله. ترامپ و تمام اطرافیانش و تمام دنیا الان میدونن که حتی با اندیشه های ترامپ و اهداف ترامپ حمله به ایران کار اشتباهی بود. اونها شکست خوردند و نمیخوان این شکست رو بپذیرند. شکست یعنی نرسیدن به اهدافی که از قبل تعیین کردن. اهدافی که داشتن تغییر حکومت در ایران بود که انجام نشد. از بین بردن توانایی دفاعی ایران بود، از بین بردن توانایی موشکی ایران بود، از بین بردن توانایی هسته‌ای ایران بود در زمینه استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و دنبال این بودن که مردم رو علیه حاکمیت بشورونن که مردم الان بیش از جنگ همراه حاکمیت هستن. خب اشتباه کردن، اشتباه محاسباتی کردن. بهتر تسلیم بشن و اشتباهشون رو بپذیرن و بعد همه چی تموم میشه. کافیه یکی از داخل آمریکا به اونا پیام بده که با پرونده های اپستین کاری ندارن و کمکش کنن که بیشتر از این پولشون رو، پول آمریکایی ها رو، پول مالیات آمریکایی ها رو خرج حمایت از رژیم غیرقانونی و کودککش صهیونیستی نکنند و بعد جنگ تمام میشه. Okay, many people in Indonesia are curious, Pak Dubes. They ask why there is no clause about the stopping of aggression in Gaza in the proposal that is circulating, that is forwarded by the Iran as the condition for the permanent ceasefire. من احساس میکنم که این یک دغدغه درستیه که توسط بعضی شاید با منظورهای خاصی داره تحریک میشه. ببینید در زمان آتش بس اگر متن به اصطلاح شروط دهگانه ایران رو بخونن کاملا متوجه میشن و شرایط زمانش رو ببینن. اولا در متن شروط دستگاه دهگانه اومده که صلح فراگیر برای کل منطقه، یعنی غزه و جاهای دیگر هم در بر داشته. دوما در اون زمان حمله علیه غزه انجام نمیشد، لذا این تأکید این شروط این بود که صلح فراگیر برای تمام منطقه، مخصوصا لبنان که در همین لحظه داره بهش حمله میشه. در اون لحظه به غزه حمله ای نمیشد، به جای دیگه هم حمله نمیشد. در اون لحظه لبنان زیر رگبار حمله بود. به همین دلیل
فقط تأکید روی لبنان انجام گرفت، ولی در شرط صلح فراگیر برای کل منطقه خواسته شده است. So there is a little but vocal group in Indonesia that oftenly say that why do you support Iran? They are Shia. And what do you want to say to them? من معتقدم که این خطکشی ها بین مذاهب اسلامی ساختگی و محصول دشمن صهیونیستیه. ببینید ما یک خدا رو میپرستیم، یک قرآن داریم، یک رسول الله داریم، یک پیامبر داریم، به یک قبله نماز میخونیم و یک دشمن مشترک داریم. اگر این باور رو داشته باشیم بر اساس تعالیم قرآن که می‌فرماید واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، ما به ریسمان الهی چنگ بزنیم و متفرق نشیم، هیچ کس نمیتونه مسلمانان رو شکست بده. اما دشمن صهیونیستی که این موضوع رو میدونه وقتی حمله میکنه سعی میکنه که بین مسلمانان تفرقه ایجاد کنه تا بتونه از بین ببردشون. یک عده رو میگه وقتی به فلسطین حمله میکنه میگه که ما به فلسطین حمله نمیکنیم، ما به حماس حمله میکنیم. وقتی به لبنان حمله میکنه میگه ما به لبنان حمله نمیکنیم، به حزب الله حمله میکنیم. وقتی به یمن حمله میکنه میگه ما به یمن حمله نمیکنیم، به حوثی ها حمله میکنیم. وقتی به ایران حمله میکنه میگه ما به ایران حمله نکردیم، به حکومت ایران حمله کردیم. خب شما ببینید رژیم صهیونیستی وقتی حمله میکنه موشک نمیاد شیعه رو بکشه، هم شیعه شهید میشه هم سنی شهید میشه، هم مساجد سنی رو نابود میکنه هم مساجد شیعه رو میزنه. حتی غیر مسلمانان کلیساها رو هدف قرار داده، حتی یهودیان، بعضی از مراکز عبادت یهودیان توی این حملات آسیب دیده. دشمن ما دشمن همه ماست. دشمن ما رو از هم جدا نمیداند. ما خودمان رو از هم جدا ندانیم بهتر است. رسول خدا وقتی به جنگ میرفت هم اصحاب هم اهل بیت در کنارش بودن. هیچ وقت رسول خدا نگفت فلان صحابی یا فلان اهل بیت همراه من نباشند و همیشه در کنار رسول خدا بودن. چرا؟ چون دشمن مشترک داشتن و ما توی این جنگ یک راه بیشتر نداریم، یا باید کنار اسرائیل بایستیم یا کنار ایران. ما در روز قیامت وقتی از سوال و جواب از ما میکنند میخوایم بگیم به خدا که در زمانی که جنگ بین ایران و اسرائیل بود ما در کنار ایران بودیم یا در کنار اسرائیل. وقتی به این فکر کنند میفهمند که شیعه سنی، فاصله شیعه و سنی بسیار کمتر از فاصله بعضی از فرقه های سنت با همدیگه است. بحث شیعه، بحث سنی، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، زیدی، اسماعیلی، اینها بحث های حوزویه. ما تا قیامت توی حوزه ها میتونیم با هم بشینیم و بحث کنیم که آیا رسول الله اینجوری نماز میخوند یا اینجوری نماز میخوند. اما الان وقت دفاع از اصل اسلامه، چون دشمن ما اصل اسلام رو هدف گرفته، نه شیعه رو نه سنی رو. سنی رو در غزه میکشه، شیعه رو در لبنان میکشه، سنی و شیعه رو در ایران میکشه. That's a very good answer actually. Thank you. I think so. Thank you. This is the last question. The United States-Israel aggression and the Iranian response to it's quite a shock in the region. And there is a big shock in the Persian Gulf and the Arabian Peninsula. Yeah. So, what do you think the ideal security arrangement after the war is over? Should it be Islamic NATO, for example? در وهله سوم اعتبار آمریکا از دست رفت، چون آمریکا اومده بود که یک جنگی رو 2 روزه ببره و بازنده جنگ شد. و من فکر میکنم بسیاری از کشورهای عربی و اسلامی الان دارن بازبینی میکنن روابط خودشون رو، چه در حوزه عادی سازی با رژیم صهیونیستی و چه در حوزه
ارتباط با آمریکا که فکر میکردند امنیتشون رو تأمین میکنه. کشورهای عربی الان فهمیدن که پایگاه‌های آمریکا برای حمایت از اونها و حفظ اونها نیست، بلکه اونها که دارن از این پایگاه‌ها محافظت میکنن و این باعث شده که دوباره اندیشی کنند روابطشون رو با اون کشورها و قطعا این به سمتی خواهد رفت که کشورهای اسلامی بیشتر به فکر امنیت خودشان در مقابل رژیم صهیونیستی و در مقابل حملات سوگیرانه باشند. یا تعابیری مثل ناتوی اسلامی من نمیدونم چه جوری شکل میگیره، ولی میدونم که خیلی از کشورهای اسلامی دارن به پیمانهای دفاعی داخل منطقه و داخل جهان اسلام فکر میکنن و این اگر حاصل این جنگ باشه که بیداری اسلامی شدت گرفته باشه قطعا حاصل مبارکیه. Terima kasih banyak Pak Dubes. Bahasa Persianya bagaimana kalau terima kasih? متشکرم. Muchaitelah. Terima kasih kembali. Terima kasih banyak. Oke, Sobat Republika, kita paham seperti Indonesia, seperti juga banyak negara di dunia, tentu Iran juga punya kekurangan. Tapi dari pembicaraan kita hari ini, mungkin kita bisa belajar yang baik-baik dari Iran. Dan kita juga bisa mendoakan bagaimana agar masyarakat Iran bisa kembali hidup damai dan kemudian memenuhi potensi luar biasa mereka untuk memajukan negara mereka. Demikian, saya Fitrian Zamzami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.